ساکنان تاجیکستان به نشان دادن شناسنامه نمیتوانند 3 لیتر یک نوع نوری مینرالی را خریداری کنند. فروشندگان این را طلب مقامات مینامند، ولی مقامات قضیه را شرح نمیدهد. کشاورزان و باغداران 3 لیتر را برای دریافت حاصل خوب در داخل کشتزار و باغ خود میپاشند. یک تاجر نوری های مینرالی میگوید پلیس آنها را هشدار داده است که به خریداران به شناسنامه 3 لیتر نفروشند. در عکس حال جزا خواهند گرفت. به او گفته شده است که این یک تدبیر امنیتی است، چون 3 لیتر میتواند همچون مواد ترکنده به کار برده شود. ترتیبات را یک دهقان ارباب‌الدین قول داشوف چنین شرح داد: 1 ماه پیش خریدیم. نسخه شناسنامه را طلب کردند. نام و نسب و چقدر میخرید در دفتر مینویسند. از کجایی که خریدید شناسنامه طلب میکنند. طلبات به 3 لیتر که ساکنان آن را برای رشد زود زراعت خود استفاده میبرند این شب روز زیاد است. بعضی دهقانان میگویند از چند سال پیش هم چنین ترتیبات جای داشت، ولی تاجران چندان سختگیری نمیکردند. حالا شناسنامه حتمی شده است. سال گذشته به شناسنامه خریدم. امسال همین 2 روز پیش از یک مغازه نوع رودکی خواستم برای زمین نزد اولگیم 3 لیتر خرم، لیکن سوداگر گفت تا شناسنامه نیارید نمیفروشیم. پرسیدم، جواب داد که این در ترکیبش چیزی دارد که برای آماده کردن مواد ترکنده لازم شده است. با همین خیل گفتنی ها آگاه کردند که به شناسنامه ندهیم. من گشته خانه رفته تا شناسنامه‌ام را با خود بگیرم. گفتم صحبت آزادی. سوراب یک تاجر در بازار مرگان روز 16 می در صحبت با رادیو آزادی گفت خود آنها نیز 3 لیتر را از نقطه های یک لخت فروشی با شناسنامه میخرند. او گفت نمیخواهد ترتیبات را ویران کند، زیرا این کار جوابگری دارد. تلاش آزادی برای گرفتن شهر مقامات از جمله نظر مسئولین وزارت امور داخلی به نتیجه بود. مقامات تاجیک فروش بعضی مسائل ساختمانی از جمله مخ را نیز به شناسنامه منع کردند. در گذشته نیز اداره‌های انتظامی این تصمیم را شرح ندادند. تنها یک مقام وزارت کارهای داخلی چند سال پیش به رادیو آزادی گفته بود هدف از پیشگیری از حمله‌های تروریستی است. نورعلی شاه نظرов کارشناس مسائل امنیتی در صحبت به رادیو آزادی گفت با چنین شیوه از تروریسم نمیشود پیشگیری کرد. من این گپ را راستی نشنیدم که میخواست 3 لیتر را با شناسنامه فروشند. شاید چنین متد را کسی فکر کرده است. تروریسم سبب دارد، نخست سببهایش را یافتن در کار. برای پیشگیری آن برنامه‌های دولتی هم هست. ساختارهای دولتی وظیفه دار کرده شدند که کدام چاره‌ها را ببینند، گفت گنرال بازنشسته نورعلی شاه نظرov. پیشتر درباره میخ اینچنین خریدن گاز مایع، کسلرات و کربیت را هم نامنویس میکردند. نهادهای قدرتی مسئول از پیشگیری حمله‌های تروریستی در کشور خبر میدهند. هرچند شبهه و گمان‌ها برفای مقامات کم نیست. مخالفان میگویند مقامات تاجیک با بهانه مبارزه با تروریسم بیشتر دیگر اندیشان را سرکوب میکنند.